طی سالهای آخر انیقترش در دوام 3 سال سپری گشته در ناحیه سوخت تحت اعتبار سرور دولت و قرار آینده‌سازی پرزیدنت مملکت که 8 آگوست سال 2020 بهره رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه زیرمنظر ما قبول کرده شد، در مقیاس سوخت عزیز ما عملهای بنیادکاری و نوسازی‌های اجرا گردیدند که این صحیفه نو را در تاریخ رشد ناحیه باز کرد گویم اصلا خطا نمی بود. امروز باشد در مقیاس ناحیه این گونه عملهای خیر دوام منطقی خود را می‌یابد. قرار پرزیدنت مملکت از 25 اکتبر سال 2022 تحت رقم 408 که قبول گردیده است با رواجانیدن اینفراستراکچور دهات نگرانیده شده است و در اساس این قرار در ناحیه ما نیز دایر کردن عملهای بزرگ در راه آبادی و نوسازی ناحیه به نقشه گرفته شده است. در جمع شهروندان محله ملگان نیز امروز طبق این قرار تاریخی کارهای تعمیر و ترمیم آغاز گردیده. کوچه‌های داخلی این محله پرراه اسفالت پوش خواهند شد. بهره تعمیر و ترمیم راه‌های این محله کارمندان کارگاه فرغانه یول قرلش کمر همت را محکم بسته حرکت و کوشش کرده ایستادند. Biz Farg'ona yo'l qurilish, ta'mirlash unitar korxonasida batga ishga keldik. Tenderda yutib olib, shatda shu So'x tumanida yo'l qurilish bo'yicha yo'llarni ta'mirlash va yo'llarni yangi yo'llarni yangi qurish 408-qaror bo'yicha ishlayapmiz shu yerda, So'x tumanida shatga kelib. Shu tumandagi barcha bu boshqa joylarga nisbatan bu So'x tumanidagi bo'layotgan e'tibor boshqa joylarga e'tiborga ortiq, kambas, ortiq. Bizning va'dalarda bunaqa Farg'onalarda bunaqa bo'lgan joyi yo'q. Bu Farg'ona tumani, So'x tumani chekka hududi bo'lganligi sababli prezidentning qarorlariga binoan shartlarda shu asfaltlashtirish, yo'llar qurish bilan shug'ullanyapti. Prezidentimizning qarorlari shu chekka hududlarga ham yetib kelayotganining guvohi bo'lyapmiz mana. در حقیقت امروز در ناحیه ما عملهای اجرا می‌گردند که هوسی همه و هر کس را می‌آورد. این باشد باعث خوشحالی و نشاط مردمی ما می‌گردد. همه یردباشی تلویزیون ساخت شود، عمرشون دراز شود، سنیت نقدشون باشه خداوند خواهش رساند. حقان خلق با جانشون فدا می‌کنه آدم بدین. من اون آدم تا حیاتم بدن منادور بچه کچم اهل محلم همش خدا خواهد منادور. نه که من 76 بار رفته فقط دادن لای آب وانده گشتگی آدم. من پروردگار من مناسب دیده، من کوچه می اسفال میکردن، من باشگاه‌نکام و ایویرم و خدا خواهد به مکتب رفته سر تنش لای نکره، سر حلال تازه رفته خدا خواهد میامگه میشه خدا خواهد. من حاضر من دیده جای خرسان شدم. همین نشه کارش شده. اینک مساله راهسازی یعنی اسفالت با باردانی تکنیک مخصوص وارد گردید و راهسازان با کار خود شروع کردند. طبق قرار رقم 408 در محله ملگان با مسافه 3 کیلومتر کوچه ها اسفالت پوش خواهند شد. برای این کارهای خیر از بودجه دولت زیاده از 800 میلیون سوم مبلغ روانه می‌گردد. من امروز در محله در دهه شهروندان دهات ملگان خرسندی به اندازه از غمخوری حکومت، از غمخوری خصوصا پرزیدنت ما حیاتمون تا روز به روز فراوان شده است. برای این از نام همه جمعیت شهروندان دهات ملگان رحمت خودم را اظهار می‌نمایم. از این طرف بازم اعتبار نسبت سوخت نهایت کلان شده است. امید میکنیم که آسمان ما دائما مصفا، زمین ما صلح و امان حکمران باد. باید قید کرد که از این دگرگونی و نوسازی ها خلق ناحیه‌مان بسیار خرسندند. نورانیان دست به دعا برداشته اظهار منتداری میکنند. جوانان و نورسان محله ها باشد براهای نو روانی محله خود با چشم هوس مینگرند. الحال در محله ملگان راهسازان دیگر کوچه های محله را برای منفعش نمودن تیار میسازند. طبق قرار سرور دولت تحت رقم 408 برای تعمیر و ترمیم راه‌ها برطرف کردن معما مشکلات اهالی در ساحه‌های تامینات الکتروگاز طبیعی و آبادسازی حدودها قریب 19 میلیارد سوم مبلغ روانه می‌گردد.